بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. عرض سلام و ادب و احترام دارم از همه فرزانگان، اندیشمندان، علما، جوانان، خواهران و برادران عزیزی که در این مجلس میمون و خجسته حضور دارند. جای سعادت و خوشبختی است که من به روی خود 106مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان عزیز را از صمیم قلب معظم شما فرزانگان تبریک و خجسته‌باد و فرخنده‌باد عرض بکنم. اجازه بدیم با توجه به ضیقی وقت بسیار کوتاه قبل از اینکه صحبت خود را کوتاه آغاز بکنم به یک بیانیه بسیار با ارزش قاضی امان الله خان اشاره بکنم که میتونه تمثیل واقعی از توسعه و رفاه و علم و آموزش باشه. زمان تعدادی از محصلین یا دانشجویان به سمت اروپا عازم بودند. قاضی صاحب امان الله به این محصلین یک نکته بسیار جالبی را در بیانیه‌اش مطرح میکنه. میگه تا زمانی که ما با سلاح دانش و تکنولوژی مسلح نشویم هیچگاه قدرتمند نمیشویم. برای شما یک نکته را تاکید میکنم که اگر شما در آنجا رفتیم و چیزایی را فرا گرفتیم که قطعا فرا میگیریم، اگر من زنده بودم چه خوب که شما این دستاوردهای علمی و پیشرفتتان را تقدیم جامعه بکنید، و اگر من در این دنیا زنده نبودم و حیات نداشتم لطفاً سر قبرم بیایید و دستاوردهای خود را در جلو قبر من تقدیم بکنید تا اینکه من در خاک آرام بمانم. به افتخار چنین قاضی با عزتی که کمتر شما یک قرن قبل چنین تفکری را شما کمتر در یکی از بزرگان و رهبران افغانستان داشتید. این جای افتخار است. این سخن قاضی چقدر ارتباط مستقیمی با حدیث باربار نبی کریم صلی الله علیه وسلم داره که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید الحکمت ضالة المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها. علم و دانش و تکنولوژی و پیشرفت گم شده یک فرد مسلمان است. به هر جایی که مسلمان و هموطن